و اون زنجیرها پاره میشه. آره دقیقاً، شمس میاد و این زنجیرها رو پاره میکنه. شعری هست که مولوی برای این دیدار سروده باشه؟ ببین خیلی زیاد. میدونی سوال اصلی این هست که شمس با یه انبار کاه روبرو میشه و او یه جرقه‌ای هست که این انبار کاه رو مشتعل میکنه، یا اینکه مثلا یه بمبی میفته تو این انبار کاه. خب من فکر میکنم خیلی دومیه، بمبیه که آره. یعنی لااقل تصویری که مولانا از این داره، از همچین ماجرایی داره اینه. توی شعرهای مختلفی که میبینیم، ببین مثلا یه جایی میگه دیمیان عاشقان ساقی و مطرب میر بود، در هم افتادیم. و خیلی جالبه، ببین اینقدر سورئالیستی این غزل، میگه در هم افتادیم زیرا روز گیراگیر بود. عقل با تدبیر آمد در میان جوش ما، در میان جوش ما در چنان آتش چه جای عقل یا تدبیر بود. از اینجا ماجرا، تو فکر کن که مهمونیه و ساقی و مطرب میرن، عقلم دعوت نداره، بعد میگه آهویی دیدم در آنجا بر مثال اشتها، بر شمار خاک شیران پیش او نخجیر بود. دیدم آنجا پیر مردی طرفه‌ای روحانی، چشم او چون تشت خون و موی او چون شیر بود. دیدم آن آهو به ناگه جانب آن پیر تاخت، چرخها از هم جدا شد گویا تصویر بود. کاسه خورشید و مه از عربده در هم شکست، زان که ساغرها که مستان نیک با توفیر بود. به اتفاق خیلی عجیبه دیگه، آهوی در میان مثال اژدها میاد که به شمار دونه های خاک شیران شکار این آهو هستن. بعد یه پیرمردی ظاهر میشه با اون چهره، چشم او چون تشت خون و موی او چون شیر بود، با موهای سفید، و این آهو میتازه به سمت این پیره و دنیا به هم میریزه. چرخ انگار داره از هم جدا میشه، خورشید و ماه دارن عربده میکشن، گویا مست کردن، ساغرهای مستان پر از شراب، و مولانا این کار همه جا داره میگرده که چی شده. ببین مولانا داره از همه میپرسه که چی شد و هیچ کی خبر نداره. آخر سر میگه روح قدسی را بپرسیدم از این احوال، گفت این روح قدسی خود جبرائیله، بی خودم من می ندانم فتنه آن پیر بود. جبرائیل میگه راستش منم نمیدونم، هرچی هست زیر سر این پیر مرد است. و تو وقتی بر میگردی غزل رو نگاه میکنی، میبینی این آهویی که شیران قونی شکارشن هیچ کس نیست جز خود مولانا. و این پیر مرد بر مثال و این پیر مرده با اون چشمان سرخ که مولانا همیشه بهش اشاره میکنه. یه جای دیگه ای میگفتش که بخندد چشم مریخش، مرا گوید نمیترسی، نگارا بوی خون آید اگر مریخ خندان است. میدونی مریخ خب سرخه و خدای جنگه، و مولانا چشم شمس و مثل چشمان مریخ میدونه، و این پیرمرد با موهای سپید و چشمان سرخ که انگار هم مسته و هم خون ریز این آهو رو در بر میگیره و دنیا عوض میشه بعدش. و به گمانم دنیا عوض میشه، دنیای مولانا که به یقین و دنیای ما هم فکر کنم بعد از این یه رنگ دیگه، یه نقش دیگه پیدا میکنه. میدونی که آدمایی وقتی وارد دنیا میشن و میرن دنیا رو تغییر میدن، یعنی دنیا بعد از اونها یه شکل دیگه است. و بیگمان مولانا یکی از این آدم هاست و فکر میکنم این اتفاق، این عاشقیه، دلیل اصلیه این تغییری هست که در مولانا رخ میده. تقریبا تمام آثار مهم مولانا بعد از این دیداره که آفریده میشه. یعنی دیوان شمس که نزدیک به 36,000 تا 38,000 بیته، و مثنوی که نزدیک به 26,000 بیته، و حتی کتاب نثر مولانا فی مافی که مجموعه مقالات مولانا هست، همه بعد از این دیدار جادویی اتفاق میفته. و خب چی بود ماجرا؟ میدونی یعنی خیلی مهمه این سوال که چه اتفاقی افتاد، چی شد. کسی میدونه اینو؟ کسی جایی اشاره‌ای شده؟ ببین خب میدونی همه حدسایی میزنن. ببین اولین ملاقاتشون
که خیلی هم معروفه اینه که شمس مثلا گهویی صداش میاد که بایزید بزرگتره یا محمد، و مولانا میگه مثلا مولانا که محمد ختم پیامبران است، او را با بایزید چه نسبت. و شمس البته درباره این صحبت میکنه که پس چرا محمد گفت ما عرفنا که حق معرفتک و بایزید گفت سبحانی ما عظم شأنی. نمیدونم این اتفاق، این سوال چقدر تکون دهنده است. بعضی گفتن خیلی سوال معمولی. میشه معنیش هم بفرمایید؟ آره الان ببین، بایزیدی که از جمله های خیلی معروفش که شبیه انالحق حلاجه اینه که میگه سبحانی، یعنی من منزهم، ما اعظم شأنی. خب یعنی چقدر شأن من بالاست. این یعنی مدل ادعای یگانگی کردن دیگه. خب یعنی ما سبحان الله میگیم و این داره میگه سبحانی. خب یعنی به جای سبحانکه که تو منزهی میگه من منزهم. اینو اتحاد رو میرسونه، اینو یگانگی رو میرسونه، یه شکلی از وحدت رو، همونی که حلاج میگن الحق. و برای گوش ناآشنا شرک به حساب میاد. آره دقیقاً. منتها ببین حالا جالبی داستان اینه محمد ختم اینه که مولانا با این آشناست، با انالحق آشناست، با سبحانی ما اعظم شأنی یا لیس فی جبتی سوی، تو لباس من به جز خدا کسی نیست، یا صوفی آفریده نیست. یعنی چیزایی از این دست رو میشناسه ولی ندیده، به عینه حس نکرده. آقای دکتر حالا ببین خیلی بحثه در این باره، چون که من فکر میکنم حدسی که استاد موحد میزنن خیلی درسته. یعنی آدم مقالات رو که میخونه اینو میفهمه. ببین ظاهر داستان اینه که شمس داره عالم دین و مقابل عالم عرفان میاره. خب یعنی ما عرفنا که حق معرفتک، که خدای تو را آنگونه که باید نشناختیم، ولی این میگه من خودم و خیلی ها فکر میکنن که مولانا نمیدونست این جنبه عرفانو و واله شد، در حالی که عجیبه. فکر میکنم برعکسه. شمس داره باورهای عرفانی مولانا رو هم به چالش میکشه، آن سوتر انگار داره میبرتش و تا ببین حالا میبرتش و این خیلی تاب و شکنانه است توی جهان آن روز. ببین توی جهان آن روز دیگه انالحق حلاج جا افتاده. خب یعنی تو میتونی راحت ادعای خدایی کنی. خب ولی این چالش که آیا واقعا مثلا درباره حلاج شمس میگه اون انش اضافه بود دیگه، وقتی حق هست انا چیه؟ و وقتی میگن بابا خود خداست داره میگه انالحق از درون حلاج، همونجوری که اون درخته ادعای خدایی میکنه با موسی توی قرآن، میگه که شاید خدا با تعجب نمیگه انالحق. خب یعنی خدا که تعجب نمیکنه بگه وای انالحق. این انسانه و انه هنوز حضور داره، مربوط به یه مرحله کمتره. این آدم ببین درباره تمام باورها تردید میکنه و انگار میاد بیرون با یه یقین عجیب و غریبی. و من فکر میکنم که مولانا عاشق این یقینه، میدونه که دیده شمس یه همچون حقیقتی رو میبرتش. اصلا میدونیم بهش پیر رازدان، شیخ سردان میگفتن و راز میدونسته و گاهی آروم آروم این رازها رو با مولانا در میان میذاشته. منتها کماکان فکر میکنم اون مولانا رو وارد یه عرصه دیگه هم میکنه و اون خیلی عملی تره از یه نگاه باور نظری. رازهایی که خیلی هاشون مولوی هم میاد شروع کنه به گفتن جلوی خودش انگار میگیره. آره ببین و توی مثنوی به ویژه این کارو میکنه. در دیوان شمس خیلی مسته، اصلا خودش میگه سر 1000 ساله را مستم و فاش میکنم، خواه ببند دیده را خواه گشا و خوش ببین. اصلا ببین یه دردی داره، میگه بیش فلک نمیکشد درد مرا و نی زمین، سر 1000 ساله را مستم و فاش میکنم، خواه ببند دیده را خواه گشا و خوش ببین. چه مثنوی بیشتر میپوشونه این سر رو. حالا توی مثنوی دربارش مفصل صحبت خواهیم کرد. منتها جالبه که به نظرم شمس مولانا رو به یه عرصه دیگه‌ای فرا میخونه که اون عرصه هم با آگاهی از راز یه رابطه مهم داره و اون موسیقی سماعه. خود مولانا میگه در دست همیشه مصحفم بود، از عشق گرفتم چغانه، اندر دهنی که بود تسبیح، شعر است و 2 بیتی و ترانه. آره. و بعد میگه زاهد بودم ترانه گویم کردی، سرفتنه بزم و باد جویم کردی، سجاده نشین با وقاری بودم،
بازیچه کودکان کویم کردی. و ببین این که اون سجاده نشین با وقار براش مهمتره یا بازیچه کودکان کوی شدن، توی رباعی دیگه ادامش میگه من ذره بودم ز کوه بیشم کردی، درمانده بودم از همه پیشم کردی، کردم از همه پیشم کردی، درمان دل خراب و ریشم کردی، سرمستک و دستک زن خیشم کردی. و خب این یه تحول عجیب و غریبیه که با سماع برای مولانا اتفاق میفته. میدونیم بعد از اون دیدار یه مدتی اینا خلوت میکنن، 3 ماه 6 ماه 6 هفته، دقیق نمیدونیم، ولی میدونیم که یه دوره اینا در کلبه صلاح الدین با همن، صلاح الدین زرکوب. و مولانایی که میاد بیرون اصلا خودش میگفت هل مطربا سبکتر ز درم ببند در، تو بگو به هر که آید که سر شما ندارد. آدمی که میاد بیرون یه آدمی دیگه است. و ببین سرور شدن فکر میکنه که چی از این باحال‌تر؟ عشق. کتابم که دیگه نمیخواد بخونه و شمس یه جاهای کتابی که مولانا دوست داشت و میگفت دیگه الان وقتش نیست، باید یه جور دیگه نگاه کنی به دنیا. و عشق بودم از همه پیشم، عشق و عاشقی و موسیقی و ساز و ولی ببین اصلا داستان اینقدر آسون نیست. میدونی فکر میکنم که آدما به دنیای ملال‌آور میگریزن برای اینکه تحمل این خنجرهای عشق رو ندارن. تو صدای فریادهای مولانا رو بعداً میشنوی که میگه شیر سیاه عشق تو میکند استخوان من، نی تو زمان من بودی پس چه شد این زمان تو؟ میگه مگه تو تضمین نکرده بودی؟ چی شد پس؟ عشق اینه که شیر سیاه اومده و داره میخورتش و اصلا چیز آسونی نیست. میدونی عشق به همین دلیل فکر میکنم که رابطه عمیق میان من و منه. میدونی انگار اولین باریه که درونش رو میبینه و میتونی تصور کنی وقتی که عشق میبرتت به درون و میبینی اون چیزی که از خودت ساختی هیچی نیست. تو شعرهایی که گفتی از اولین دیدار بخونم، یکیشون غزل معروف مرده بودم زنده شدمه و اون مصرع عجیبه مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم. ببین حتی نمیگه شاد شدم، مثلا تبدیل به خنده میشه، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. بعد میگه که شمس بهش چی گفت که شیخی و سری پیش رو و راه بری، پیر نیم شیخ نیم امر تو را بنده شدم. گفت که تو شمع شدی قبله هر جمع شدی، شمع نیم جمع نیم دود پراکنده شدم. گفت که با بال و پری من پر و بالت ندهم، در هوس بال و پرش بی پر و پرکنده شدم. این دیدار